کنید. بعد از تماشا کردنتون حتما به یار رفیقانتون پهن کنید. انشاءالله شما هم نیز ثواب میگیرید. الحال نو رو شروع میکنم. مرگ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که عزرائیل علیه السلام برای گرفتن جان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می آید. پیغمبر می گوید کمی صبر کن جبرائیل علیه السلام بیاید. جبرائیل علیه السلام می آید. پیغمبر می پرسد وعده بود که عمر من تا 90 سال می رسد. حالا 63 سال عمر من گذشته است. جبرائیل علیه السلام می گوید 27 سال عمر تو در شب معراج گذشته است. پیغمبر باز می پرسد بعد از سر من باز به زمین فرو خواهی آمد یا نه؟ جبرائیل علیه السلام می گوید بعد از سر تو هیچ وقت به زمین فرو نخواهم آمد مگر 10 بار که 10 بار گوهری از دنیا خواهم برد. پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می پرسد کدام 10 گوهر خواهی برد؟ جبرائیل علیه السلام می گوید یا رسول الله یکمین بار گوهر صبر که هیچ درویش را صبر نخواهد ماند. دومین بار گوهر شرم که هیچ کس را شرم و حیا نخواهد ماند. سیومین بار گوهر مهر که هیچ کس را مهر نخواهد ماند. چهارم بار گوهر عدل که پادشاهان را عدل و انصاف نخواهد ماند. پنجمین بار گوهر برکت که به چیز برکت نخواهد ماند. ششمین بار گوهر سخاوت که هیچ فقیران را هیچ کس دوست نخواهد داشت. هفتمین بار گوهر راستی که هیچ کس را راستی نخواهد ماند. هشتمین بار گوهر حلال که هیچ کس حلال و حرام را نخواهد شناخت. نهمین بار گوهر عمل که عالمان بر علم کار نخواهند کرد. دهمین بار گوهر برکت که قرآن کریم از دنیا خواهم برد بعد از آن آثاری پدید خواهد شد. پس پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می گوید یا جبرائیل علیه السلام حال امتان من چی می شود؟ جبرائیل علیه السلام می گوید فرمان حق تعالی آوردم که محمد را بگو که امتان خود را به من بسپارد تا به روز قیامت به او سپارم. پیغمبر همه ای یاران را دعوت نموده وصیت کرد که ای یاران حلال را حلال دانید و حرام را حرام و مال را زکات دهید و فقیران را محروم نگذارید و همسایگان را مرنجانید و بر زنان و فرزندان و یتیمان شفقت کنید که به قدر از آن امتحان گذرید. پس پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمود که ای عزرائیل علیه السلام ایستاده شو و قبض جانی برکن و بر امتان من نکن که ایشان قدرت ندارند و بسیار ضعیف و کم قوتند. عزرائیل علیه السلام گفت یا رسول الله هر امتی تو که بعد از نماز فریضه آیت الکرسی بخواند جان او چنان قبض کنم که طفل شیرخواره و مثل پیستان مادر شیر بنوشد و در خواب رود. مادرش پیستان خود بکشد و طفل را معلوم نباشد. بعد عزرائیل علیه السلام دست بر سینه مبارک نهاد و پیغمبر آه برآورد. عزرائیل علیه السلام گفت یا رسول الله چرا آه برآوردی؟ فرمود که ای عزرائیل من دانستم که تو کوههای دنیا بر سینه من نهادی، ترسم که بر اساس امتان من همچنین کنی. بعد همه یاران پرسیدند یا رسول الله از این جهان می روی مایان را نصیحت کن. پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می گوید از بدی پرهیز کنید و کینه را از دل بدر کنید. باز یاران پرسیدند یا رسول الله قیامت کی خواهد آمد؟ پیغمبر جواب داد و انگشت شهادت اشارت کرد. بعضی گمان بردند که بعد از 1 سال خواهد شد.
و بعضی گفتند که بعد از 1000 سال و بعضی گفتند که بجز خدای تعالی کسی نداند. پس جان مبارک به حق تسلیم کرد. بعد همه زار زار بگریستند. همه یاران نماز جنازه ادا کردند و جبرائیل علیه السلام تمام فرشتگان 7 آسمان همراه آورده نماز جنازه خواندند. الها به حرمت جان پاک محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم جمله مؤمنان را توفیق، خیر، مرحمت فرماید. آمین ثم آمین. دوستان عزیز، این نوا را به یار رفیقانتان پهن کنید. انشاءالله چی قدری که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را دوست داری، پس به یار رفیقانتان پهن کنید. باز نگویید که من برای زیاد شدن تماشابینان این سخنها را میگویم. نه دوستان، تنها به خاطر الله کار کنید، تنها به خاطر الله. همیشه در حق وطن دعاگو باشید. خدایا دشمنان دین و ملت را خوار و ذلیل بگردانی. خدایا نفرانی که در شهرهای مردم برای مهاجرت رفتند، یعنی غریبان را همیشه نگهبان باشی. خدایا تمام مسلمانان را در تمام کره دنیا باشند، همه‌شان را نگهبان باشی. باقی در پناه الله بمانید. خداوند یار و مددگارتان باد.